بود. ای بابا عجب روزگار دنیا شد. برعکس شد. یک روز جمعه هم نمیرن آدم یک استراحت کنه. خاتم آن سر آدم خالا میشوره. اونگاه پهن کن. دقیقا من بعد قبول هم نمیکنه که لباس بشین قبول هم نمیشستم. قبولت ندارم. خب ما رو که خود نشوشتیم. تو چی پرت میکنی؟ فقط کتیم پهن کن. و این پهن کردن مساوی قشوشته دیگه چی فرق میکنه؟ خود تو رجوعه که بیکاری دیگه کار نداری دیگه اونا رو بوشی باید موششتی. ما که خود نشتیم حداقل تو هفته بود دیگه تا شنبه تا جمعه ما کار میکنم اصلا دم ندارم خب لباس های هستم هست از ما تنها نیست وظیفه هستی یا نه وظیفه هستی؟ وظیفه از توی ما که هستم خانم خانه‌ایم خبر داری نه؟ خب وظیفه از ما کجا میاد؟ ما هم لباس های من باید بوشی خب بیننده‌های عزیز که همینطور که ما را از این کمره مشاهده میکنید بیم دوره آخر زمان دیگه مطمئنی؟ آره